خیاطی و رخت فروشی های مردانه در بارستان کابل برتان برنامه داشته باشیم. قرار است در این برنامه تخفیف ویژه اعلام شود به مناسبت عید. میگن همین نزدیک عید که میشه دیگه ناز خیاطا یک ذره زیاد میشه. تو نیست خو دوستا میگن همون تو دیگه. به خاطر عید کدام دیزاین‌های جدید آمده؟ حالا فصل گرمی است که ما کاتن وارد کردیم بر دوستای ما. بسیار کاتنای قشنگ مقبول و با دوام. بسیار خوب. این همون تکه گریس گفتید. تکه گریس پاکستانی کاتن است یا. بر از این فصل دیگه فقط اینمی جنس می باشه. برای همین فصل هم کاتن بسیار خوش میکنن کاتن به خاطر که سرد است که راحت می باشه. راحت می باشه. کدام خاطره جالب هم دارین از دورانی که نو تازه میخواستین خیاطی را یاد بگیرین؟ من نو در دکان رفته بودم شاگرد بودم مرا گفتن که برو گله بیار گلم خیاطه باشی خیاطی را بس انا بیرون رفتم یک دوتا یک گله گرفته آوردم کای عربی میگن جنسیتش مثل ساتن وارست تقریبا. ساتن وارست ساتن نیست. ساتن این تکه بسیار خوب است و مازی بسیار مشتری ها داریم دوستازی کم یک بار که آمدن دیگه بار دیگه از این انتخاب. به نام یاد خدا. سلام وطندارای عزیزم، انشالله که خوب و صحتمند و سر حال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. باز هم از دریچه پنجره افغانستان در خدمتتان هستم با یک برنامه جدید. البته دوستای عزیز سلسله برنامه‌های آمد عید که امروز هم خواستیم تا به مناسبت عید که روزای عید نزدیک است بخیر از یکی از خیاطی و رخت فروشی های مردانه در بارستان کابل برتان برنامه داشته باشیم. شما بیننده برنامه باشین چون قرار است در این برنامه تخفیف ویژه اعلام شود به مناسبت عید در تکایی که اینا دارن در دکان خود و همچنان دوخته که میشه. شما بیننده برنامه باشین و ما رو همراهی کنین. لایک سابسکرایب فراموش نکنین. وطندارای عزیزم، قسمی که براتون گفتم آمدیم به یکی از خیاطی ها و رخت فروشی که البته به نام خیاطی و رخت فروشی عباسی است. مسئول خیاطی با ما هستن. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ از شما خوش آمدید. تشکر. سلامت باشین، زنده باشین، یک معرفی از خودتان داشته باشین. تشکر. زنده باشین. اسمم محمد افضل است. استاد افضل، منم استاد افضل در بارستان خیاطی عباسی مسئول خیاطی اینجا هست. بسیار زیاد خوشحال شدیم استاد افضل. چطور از بازارا؟ الحمدلله آمد عید است دیگه ما بر خدمت وطندارای خود است. خدا رو شکر. میگن همین نزدیک عید که میشه دیگه ناز خیاطا یک ذره زیاد میشه. تو نیست خو دوستا میگن همون تو دیگه. شما باز چطور هستین نزدیک عید که میشه همراه مشتریایتون رفتارتون خود تغییر نمیکنه ان شاء الله؟ نه خواهش میکنم رفتار ما بسیار صمیمی باشه خصوصا که دوستا و مشتری‌ها که اینجا میان از ما خوش هستن. خدا را شکر. بر ما از تجربهتون قصه کنین. چقدر وقت میشه که در این بخش تجربه داریم؟ تشکر. مدت 35 سال میشه که در این رشته من کار میکنم که از الف تا یش میتونم بکنم. دریشی، واسکت، پیرانتمان، بالا پوش هر چیزی که باشه میره ان شاء الله. ماشاءالله. نام خدا. 35 سال هم یک عمر است. بله. بسیار خوب. به خاطر عید کدام دیزاین‌های جدید آمده؟ دیزاین‌ها ما از کمپانی‌های مختلف تکار وارد کردیم. تکای پیرانتمان است. حالا فصل گرمی است که ما کاتن وارد کردیم بر دوستای ما. بسیار کاتنای قشنگ مقبول و با دوام و ارزان. بسیار عالی. جنسیت‌ها دیگه فرق میکنه هر کدامش؟ بله جنسیت‌ها فرق میکنه. جنسیت‌های هر کیفیت هر کمپانی و هر جای علیحده است. از کجا وارد میکنین تکا را؟ ما بیشتر تکای ما که از پاکستان است.
دیگه تکای پاکستان کشمیرام داریم، کشمیرای بسیار عالی بر واسکت و کرتی واسه مشتری هستن فرمایش میتونم و برشان جور میکنم. فقط از کشور پاکستان تکمیه یا نه دیگه کشورام هست؟ نه خیر، از حالا فعلا دو کشور است که زیاد، یکی کشور چین است و دوم کشور پاکستان. دیگر کشور هندوستان هم در فعالیت هست و قدر نه دیگه، خوب تکایش کیفیت نداره. بسیار خوب. بله. کدام کمپانی باز زیاد تکیش با کیفیت است؟ کمپانی گریس پاکستانی که است که بر پیرانتمان دیگه از او قدر بلندترین نیست، بسیار تکای با کیفیت جور میکنه. میشه که ببینیم تکا رو دربارشون صحبت کنیم، بر ما نشان بدین که کدام تکا است، همین تکی که دربارش صحبت کردین که دوستان ببینن، چون من مطمئن هستم همگی دیگه در تلاش از این است که به خاطر این لباس آماده کنن، به خصوص آقایان خوش سلیقه. بسیار خوب. این کاتانای ما هست که یا نه آمدن برای این فصل گرماست، کمپانی گریس است که تکای پاکستانی است. میشه تا نمونهش پایین کنین که دوستان در تصویر ببینن خوبتر که اما کیفیت جنس هم برشان معلوم شود. بسیار خوب. این همون تکه گریس گفتید. تکای گریس پاکستانی کاتن است، یا کاتن است که برای این فصل گرمی است. بسیار عالی. ما در اینجا دیزاین دارایش هم داریم. دیزاین دارش هم است و سادهش هم است. کاتن های دیزاین دار است که نه آمده. بسیار خوب. برای از این فصل دیگه فقط اینمی جنس می باشه. برای همین فصل هم کاتن بسیار خوش میکنن. کاتن به خاطر که سرد است که از راحت می باشه. راحت می باشه. بسیار خوب. باز دیگه جنس هم دارین؟ بله، جنس های دیگه هم داریم. مثل دیگه تکای ساده است که پاکستانی است، از ما کمپانی گریس است. بسیار خوب. و کیفیت بالا. بسیار عالی. و ما در جریان برنامه در ابتدای برنامه گفتم که قرار است تخفیف میلان شود به خاطر عید. بله، ما خود در عید که میایم و بر دوستا تخفیف ویژه برشان میمانیم. بسیار خوب. در وقتی که وارد میکنیم از ما یک 8% 10% ما تخفیف برشان میدیم. بسیار عالی. بسیار نظر به جنسیت دیگه قیمت ها فرق میکنه. بله، مثلا به جنسیت بس قیمت ها فرق میکنه. بسیار خوب. یک پیرانتنبان عادی چند متر تکه کار داره؟ یک پیرانتنبان عادی 4 متر تکه کار داره. 4 متر کاملا کفایت میکنه دیگه. بله. بسیار خوب. اترام میشه که یگان تا اندامشان یا بادیشان بزرگتر باشه، قد بلند داشته باشه. ولات ما مشتری ها داریم که برشان 7.5 متر تکه یک جور لباس برشان میشه. 7.5 متر. 7.5 متر بریم. بسیار عالی. دوستای عزیز شما بیننده برنامه باشین، ان شاء الله جنسای دیگر هم براتون نشان میدیم. مرحبا. خوب استاد محترم، بر ما بگوین که در پیراهن تنبان چند نوع دیزاین می باشه در کل؟ در کل خود حال فعلا دیزاین ها زیاد شده دیگه. حال فعلا آمیانیش هم یخنای پاکستانی میگن نوستک و چپایخن است، ایندیس دیگه. باز قاسمی است که از بسیار سابقی رواج است و کلگی از قاسمی جور هم میکنه دیگه. دیزاین هایی است که حالا میگن دیزاین هایی است که کس فرمایش میتن باز ما برشان جور میکنیم. دیزاین دار. از ابتدای کارتان بر ما قصه کنین، چقدر وقت در بر گرفت و یک خیاطی رو یاد گرفتین؟ والا دیگه خیاطی یک بحر است، اگر کار کنیم باز هم بهش رسیدگی نمیتونیم، به خاطر که وقت تیر میشه، دیزاین های مختلف می، دوخت های مختلف می، آیدی های نو می، تغییرات نو می. بسیار خوب. کدام خاطره جالب هم دارین از دورانی که نو تازه میخواستین خیاطی رو یاد بگیرین و یا هم از دورانی که فعلا نام خدا استاد هستین؟ خاطره خود خیاطی بسیار میباشند دیگه. من نو در دکان رفته بودم، شاگرد بودم، مرا گفتن که برو گله بیر، گلم خیاطه باشی خیاطی را. مثلا بیرون رفتم یک دوتا یک گله گرفته آوردم. این خاطره کسی که فراموشم نمیشه. یعنی قدر نابلد بودین؟ دیگه. بله. بسیار خوب. خب در این قسمت کدام تکا است که برای دوستا معرفی کنیم؟ ما اینجا فعلا این تکای جلادار است که ویتنامی است که این تکا که نو از ویتنام اومده. بله دوستای عزیز، تکای ویتنامی که جلادار هستن، کسایی که دوست داشته باشن تکای جلادارتر میتونن که از اینا استفاده کنن. تکای جلادار است به نام
تکای عربی میگن. جنسیتش مثل ساتن وارست تقریبا. ساتن واره ساتن نیست. ساتن نیست. این تکه بسیار خوب است و ما ازی بسیار مشتری ها داریم. دوستا ازی کم یک بار که آمدن دیگه بار دیگه از این انتخاب میکنن. بسیار زیبا. بسیار. قیمت های زیاد دیگه باز چه رقم است؟ قیمت های زیاد خو بلند است. خو ما خو تخفیف ویچه که ایدی داریم، دوام داریم و جنسش بالاست، یکم بلند است. بلند است. بله. دوخته چطور؟ در دوخت اجوره رو زیاد میگیرین یا نه؟ یک چیز مشخص است؟ نه مشخص خو مشخص است که دوخت مشخص است. باز دیزاین که فرق میکنه، باز اجورهش بلند میره. بلند میره. بله. بسیار خوب. کدام دیزاین ها باز اجورهش بلندتر است؟ اجوره دیزاین دار است دیگه. فرمایشی که باشه. فرمایشی می باشه. بسیار خوب. بسیار عالی. در بین از این تکا بعضا هموطنای ما میگن یگان تکاست که زود پت میته، در یک بار ششتن پت میگیره. کدام تکه است که متوجه باشن؟ والا او تکای دیگه خو کمپانی از هر کس هر رقم وارد میکنه دیگه. باز ما کوشش میکنیم که چیزا رو نبریم. به خاطر که دوستا باز که یک بار اگه آمد که از خراب شد باز بار نمیایم دیگه. ما کوشش گپ اعتبار است. کوشش میکنیم که برند باشه. برند بیاریم که در اینجا چیز شود برای مشتری عرضه کنیم. بسیار عالی. فقط باز تکایی که مثلا خودتان دارین مشتری بیای از اینجا هم تکه بگیره هم دوخت شو یا از بیرون هم اگه تکه بیاره میشه؟ میکنیم ما از بیرون هم دوخت میکنیم. کس دوستا که میایم باز ما دوختم برشان میکنیم. بسیار عالی. همچنان دوستای عزیز استاد یادآور شدن که بر علاوه پیران تنبان دیرشی و واسکت هم آماده میکنین. دیرشی باز تکیش چقدر تفاوت داره؟ تکه پیران تنبان دیرشی دیگه بسیار فرق میکنه. بله. او تکه از دبل و استوار میگه خیلی تکه افتیده است. تکای نرمتر است اینا دیگه روزانه پوشیده میشن فرق میکنه. دوستای عزیز میریم در قسمت درباره واسکت و همچنان تکای دیرشی هم صحبت میکنیم. شما بیننده باشید. دوستای عزیز آمدیم به این بخش که استاد بر ما میگن کدام تکا است؟ این بخش ما کسی بخش تکای دیرشی است. دیرشی و واسکت. بسیار خوب. بالا پوش این بخشش هست. تکای دبلتر است دیگه. بله تکای دبلتر است. بسیار خوب. کدام تکه باز زیاد خوب است دیرشی؟ تکه دیگه تکه خو بازو خو تکه بسیار از خنال باز تکه مختلف است. یعنی یک تکه چارخانه خوش میکنن. بله. دوستا. بسیار عالی. یک رنگ مقبول داره. که باز از این باز کرتیش از این میگیرن پتونش باز هم رقمش میچنگ میشه. بله که ساده گرفته میشه. بسیار زیبا. دیگه از این هم واسکت جور میشه هم کرتی جور میشه. استاد کدامش براتون مشکل تر است یا از نظر شما کدامش سخت تر است پیران تنبان یا دیرشی؟ والا دیرشی خو مشکل است. دیرشی بله دیرشی دیگه باسم هر کس دختام نمیتونه. دیرشی باید در بدن انسان ریخت شود. بسیار عالی. بسیار عالی. درباره یخن صحبت کنیم چون بعضا بسیار میگن که یخنا قیمت میباشه. میشه بر ما دربارش معلومات بدین چند نوع یخن است؟ هر رقم یخن برآمده که هر کس میتونه ازش بخره. یخن از 700 افغانی شروع است تا 2500 روپیه ماشینی میباشه. و با دزدوزی که است با قیمت است. با از 10000 شروع است تا 40-45 افغانی باز یک دونه یخن یا یک جور پیران تنبان تمام میشه. بسیار خوب. فقط همون یخنش دیگه؟ صرف یخنش. بسیار عالی. از شما اینجا باز تمامش قیمت‌های مناسب داره؟ بله از ما قیمت‌هاش مناسب است. بسیار خوب. بسیار خوب. بر علاوه از این که دوخت و تکه و گپا از در دکانتان میشه درباره دیگه خدماتتان بر ما معلومات بدید؟ خدمات ما خود زیاد داریم. ما اینجا یک بخش دیگه است که بر شما با معرفی برسانم. ما اینجا عطریات هم داریم دیگه. تکمای کفلنگ داریم برای کسا و اینجا تکای جاموار داریم که برای دوستایی که برای شوخینه و شیرینی خوری و دیگه از این جور میکنن. بسیار خوب. اینی رختای
تیکه دیزاین دار است برای واسکت و یگانم واسکت های محفلی که می باشه دیگه محفلی و بالا پوشای به یگان تا در محفل جاموار میگن از او جور میکنن. بسیار زیبا، بسیار عالی. در محفلای اندی که دیده باشین این تکای از اینا ماست. اینا تکای اندی هستن. این تکای اندی هستن. بسیار خوب. در این قسمت بعض چیزای دیگه است. این کفلنگ هست که برای میشه که آستین بکشین دوستان ببینن. کسایی که دیگه زیاد استایلی می باشن فکر کنم از اینا بیشتر استفاده میکنن. اینیا تکمای کفلنگ است که باز دوستا فرمایش میتن. بسیار خوب. یادمون کف آستین بله یا ایده کف آستین دوخته میشه. یا دیگه انواع مختلف داره. یا انواع مختلف داره. بله. قیمت های از یا باز پایین است یا نه بلند هم است؟ قیمت های از یا خوب است. قدر بلند نیست. بسیار خوب، بسیار عالی. و همچنان عطریات، درباره عطریات هم صحبت کردم دوستان عزیز. عطریات هم داریم. ما خو اینجا هر چیز داریم. یگان چیزا را آوردیم که برای یگان مشتری ما گیفت میتیم. بسیار عالی. بسیار عالی. اینا هم فروشی است هم به طور تحفه یا نه فقط تحفه؟ بله. هم فروشی است هم گیفت است تحفه است. بسیار عالی، بسیار عالی. عزیز برمایی رو بگوین که در یک روز چند جور پیرانتنبان دوخته میشه؟ در یک روز دیگه بازو خب برای چیز است که کارگری که باشه، مثلا اگر 10 دونه کارگر داشته باشیم ما میتونیم که 25 جور لباس بفهمیم. ماشاءالله. بله. بسیار 25 جور یا از هر چقدر کارگر زیاد شده برام قدر تولید هم زیاد میشه کدش. بسیار عالی. و سیستم اندازه‌گیری و گپا شما چه قسم است؟ سیستم اندازه‌گیری ما کلش کامپیوتر رایس است. ما اینجا کامپیوتر داریم و یک سهولت برای مشتریای ما هستیم که باز اینجا ما اندازه‌شان رو میگیریم و شماره تلفنشان رو درج میکنیم که اگر 2 سال بعد 3 سال بعد هم بیان که مراجعه کنن هم شماره تلفنشون رو بگیم اندازه‌شان میبرن. بسیار عالی. اگر اینجا باشن یا در خارج باشن داخل باشن اونم کد نمبر خدا میگن اندازه‌ش میگه ما برشان مطابق فرمایش برشان لباسشون تعیین میکنیم. بسیار زیبا. واقعا اینی سهولت بسیار کلان است چون زیاد شاهد بودیم که بعضا در خیاطی‌ها گم می‌شده لباس‌ها و این گپا زیاد بوده ولی این بسیار خوب است. بله این بسیار برام سهولت است و برای مشتریایمون بسیار سهولت است. بدون شک. و همچنان دوستای عزیز قابل یادآوری است بازم که 10% تخفیف به خاطر عید البته خیاطی عباسی اعلان کردن که شما دوستایی که دوست دارین میتونین بیاین اینجا لباس جور کنین. میشه درباره نمایندگیتون بر ما معلومات بدین آدرستون؟ نمایندگی مرکزی ما خمی بارستان است. دیگه برند دارن دیگه نو برند است که دیگه وزیر دست است که باز بخیر دیگه و بازو بعداً باز اعلان میکنیم که در کدام جای هستن. بسیار خوب. پلانای آینده است. پلانای آینده است و در زیر کار هستن. زیر کار هستن. دیگه البته دفتن ما برتان آدرس داده نمیتونم که باز برن دیگه مشتریا با سرگردان نشن. زیر کار هستن. بسیار عالی. تشکر میکنم از شما. سلامت زنده باشین. بخیر باشین. زنده باشین. وطندارای عزیزم سپاسگزار شما هستم که بیننده برنامه ما بودین. ما هم در برنامه امروز خواستیم به مناسبت ای که عید بخیر نزدیک است و شما عزیزایی که دوست دارین لباس آماده کنین یک برنامه متفاوت داشته باشیم. همچنان یک تخفیف ویژه هم اعلان کردن که البته فقط بر خیاطی از اینا می باشه. شما عزیزایی که دوست دارین میتونین مراجعه کنین. آدرس شام بهارستان است. سپاسگزارتان هستم. منتظر نظریات و کامنت های زیبایتان می باشم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. تا برنامه بعد خداوند نگهدار.